یک زنی ازبک که با بدرفتاری ماموران میلیسا روبرو شده بود خواسته است که او را آرام بگذارند، چون به گفته وی از توجه زیاد بیزار شده است و تنها میخواهد که مفتش جزا بگیرد. هفته گذشته ویدیوی برهنه شدن زن دشنامهای افسران میلیسا و التجا و زوری مادر به دست بخش ازبکی رادیو آزادی رسید و واکنش جامعه ازبکستان را برانگیخت. کاربران شبکه‌های اجتماعی به خاطر پشتیبانی و کمک به این زن مرکه جمع‌آوری مبلغ را راه‌اندازی کردند. من سیروژین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی عکس‌العمل مقامات رسمی را در نسبت این قضیه پرسیدم. خود روز اول معاون سروزیر کشور عاید به مسائل زنان از شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک برآمد کرد و کارمند پلیس را مفتش را عمل او را محکوم کرد و گفت که خود او به منزل آن زن می رود و قضیه را از نزدیک تفتیش می کند و بعداً به مردم اطلاع دقیق را می دهد. فرداش واقعاً معاون سروزیر به آنجا رفت اتفاقاً و اعلام کرد که این زن به کمک نیاز دارد. همکاران ما از بخش ازبکی رادیو آزادی توانستند با خود جبریده صحبت کنند. سوال دیگری من نصیرالدین مربوط به شخصیت این زن بود. خب همکاران ما از بخش ازبکی با خود جبریده صحبت کرد. این زن 35 ساله است و یکی از مناطق دوردست دهه‌های دوردست کتقرغان زندگی میکند. قبلا 2 دفعه او دستگیر و حبس شده است برای دزدی و این عمل گویا سبب شده است که کارمندان پلیس مفتشان این زن را از بازار کتقرغان به اداره پلیس بیارند و او را مجبور کنند که برهنه شود. یعنی سبب قضیه گذشته او بوده است گویا، ولی در عمل این نشان می دهد که چگونه در وضعیت خشونت علیه زنان در ازبکستان در چه وضع قرار دارد. بعداً من نصیرالدین درباره شرایط زیستی زنی خشونت دیده پرسیدم. معاون سروزیر عاید به مسائل زنان پس از تشریفش به خانه آن زن اعلام کرد که از طرف دولت کمک بشری رسانده می شود و غیر از این حاکمیت محلی نیست تصمیم گرفت که به او زن کمک کند، چون واقعا زندگی خیلی وحیم را داشت. در یک منطقه دوردست دهه دوردست زندگی میکرد و اصلا شرایط زندگیش بسیار بد بود. خانهش مثلا تقریبا تخریب شده است. 2 فرزند دارد. شوهرش نیست. چند سال قبل از مریضی سنگین فوتیده است و زن گویا قبلا از سنگین بودن زندگیش به دزدی دست زده است و بعدا 2 دفعه یک مدت در حبسخانه زندگی به سر برده است و در حبس گذرانده زندگیش را. سیروژین اسلام بود که با ما صحبت میکرد. تفصیلات قضیه این زن رو میتوانید در سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید.